نظرتون چیه که این کیلومتر رو بذاریمش جای این خطر که چیز خفنی بشه؟ سلام رفقا، حالتون چطوره؟ من این ویدیو خوش اومدید. امیدوارم که حالتون عالی باشه. توی این ویدیو میخوایم بریم با همدیگه این کیلومتر رو که این کیلومتر که روی موتور هست و بندازیمش جای این خطر عقب و ببینیم که چه شکلی میشه و چه رخی به موتور میده. بچه‌ها اینم اولین ویدیو سم چنله که قراره در آینده ویدیو خفن دیگه بذاریم و این کار رو ارتقاش بدیم و اینم پارت اولشه که میخوایم این کیلومتر رو بندازیمش جای خطر و ببینیم که چی میشه. و این کیلومتر هم من اینو درش میارم چون که زیاد ظاهر خوبی نداره. اینو درش میارم و اینو میذارم جاش و اینو میذاریمش اینجا. لایک و سابسکرایب فراموش نشه. یه کامنت انگلیسی هم برای من بذارید. برو بچه‌ها، تنها چیزی که من توی این ویدیو باید بهش امیدوار باشم این دوتا سوراخه. حالا فکر کنم معلوم نباشه یا این دوتا سوراخی که اینجا پشت خطر هست اندازه این دوتا پیچ کیلومتر باشه که من فعلا خودم نمیدونم و اول باید بریم که محتویات این خطر رو کاملا درش بیاریم. خب حالا بریم با این پیچ واکنمون اینه پیچاشو دیگه باز کنیم. حالا اینم اسمش پیچ واکن همون دریله، ولی خب حالا من دیگه میگم پیچ واکن. ولی خب این دریل با اون دریلی که توی ویدیو قبلی بود فرق داره. این با اون فرق داره. این چیزه. حالا این یکم هیچ ولشون بده. این مخصوصا همین پیچ باز کردن هاست، اون برای کار قدرتی بیشتر استفاده میشه. این دوتا پیچ هم پیچ که باز میکنید و ببینید سر جاش که گم نشه. خب بچه‌ها حالا من اینو بازش کردم و باید بریم این دو تا پیچ که این پشت هست رو که این چیز خطر رو نگه می‌داره رو باز کنیم که همین پیچ 4 سوم خوره. پلاک هم من بازش کنم. چرا توی خونه بود حال نداشتم برم بیارم ولی خب دیگه آوردم. اگه عکس بگیرم کدومم منفی و مثبتش کدومه. شما حتما اگر چیزی باز میکنید دارید بازش میکنید بلد نیستید چند تا عکس بگیرید. من حالا اینم کشیدم. چند تا عکس بگیرید ازش که یادتون بمونه. نخواید بعدش دیگه یه چیز چی بهش میگن انرژی فکری هدر بدید. البته اینم بگم که من بلد بودم ولی خب چون که سیماش رنگش فرق داشت یه عکس گرفتم. حالا اینم از این دیگه پوسته خطره و باید بریم کیلومترمون رو بیاریم و یه تستی روش بزنیم. نمیشه. ولی خب ما یه راهکار داریم. از پیچ‌های این دکورمون رو در میاریم. ببینیمش. و مهره می‌خوایم که یا چه طرف یه چیز خفن. ببینید من اینجا یه دونه سوراخ داره که تنگ بود و این پیچ از اینجا اینطوری رد نمی‌شد. و من مته کوچیک نداشتم و اومدم با این کارو کردم که نشد. این متهشم تیز نیست و اینو می‌بینید اینجا. اینو اینطوری گذاشتمش اینجا و چرخوندمش و سوراخش کردم. عجیبه. واقعا درام عجیب بود چه جوری تونست اینو سوراخ کنه. ولی خب حالا برم این تریک رو بهتون بگم که چه جوری میخوام انجام بدم. نگاه کنید ما دیدیم که این دوتا پیچ نمیرسه. نگاه کنید این دوتا پیچ اینجا اصلا نمیرسه. اومدم یه مهره اینجا بستیم تقریبا نصفشو و این یکی هم که به این مهره میخوره حالا باید انگشت نگرش دارید و طوری سفتش کنید و اینطوری کیپ میشه و در نمیاد و حالا در حد اینکه اینو نگه داره اوکیه. حالا ما دو تا این پیچا میخوایم که نگاه کنید دکورمون بود که من خسته شدم. اون پیچ درست حسابی بهش نزده بودم و از همیناست که باید بازش بکنیم و اونجا استفاده کنیم. خب بچه‌ها اینم بگم که اصلا این ایده جواب نداد و حالا در ادامه میبینید که من چه کاره کردم. حتما تا آخر ویدیو همراه من باشید. خب بچه‌ها خوش اومدید به روز سوم و 3 روز گذشت که واقعا نتونستم انجام بدم و رفتیم بیرون وقت نشد. خودم کار داشتم نمیدونم دیگه این صحبت‌ها و حالا من این خطر رو چیزام بستم چون که واقعا نمیشد که من برم بیرون چون که اینجا شهره و پلیس هم هست. ترسیدم که بی پلاک برم بگیرم و حالا دیگه بریم دوباره اینو باز کنیم و این کیلومتر رو ببندیم اونجا و من هر چیزی هم که می‌خواستم فعلا تا الان که خواستیم خریدم. بچه‌ها حالا اینم کار نداره فقط باید بشه. اینم از بچه‌ها حالا چیزایی که خریدیم چی بود؟ 6 تا دونه پیچ و مهره بود که نگاه کنیم. بله این یه دونه پیچ بود که میشد 10,000 تومان همین. این شد 10,000 تومان و 6 تا دونه مهره هم بود. 6 تا دونه مهره هم بود که حالا اینا
اینا 7 تا و 6 تا دونه مهرم بود که شد 6000 تومان. دونه 1000 این 1000 یا علی. و اینا حالا میخوام بهتون نشون بدم که چه تریکی میخوام. ما میایم اون 3 تا دونه از این مهره ها رو برمی‌داریم با یه دونه پیچ و بعد اینا رو طوری یه راستا اینطوری صاف از بالا میگیرید، نگاه کنید اینجا میگیرید و اینو با هم دیگه میارید پایین و تا اینجا سفتش کنید. و حالا برای اطمینان کار نه، برای اولش که نخواد بازی بکنه با چسب نه خب بفرض خاکی نمیشد خود. حالا دوباره این تنظیماتش به هم فعلا ولش میکنیم و بدون چسب نواری اینو سفت و محکم بپیچونید دورش چسب نواری بپیچونید دور مهره ها. موقعی هم که خوب چسب نواری دور اینو پیچونید نگاه کنید من درش بیارم خدا وکیلی. این یه دونه 3 تا مهره با هم دیگه شده. الان شما میتونید مثلا اینو اینوری ببندید و این الان بلند میشه، یعنی این ارتفاعش بلند میشه. حالا به درد اون کاری هم که ما می‌خوایم روی اون پوسته خطر عقب انجام بدیم خیلی به درد می‌خوره و با مهره‌هایی هم که این طرف هست و 3 تا دونه مهره دیگه هم باید همین تیری خوب بزنید. خب بچه‌ها من الان 2 تا دونه از اینا درست کردم. بکنید 2 تا دونه درست کردم. حالا من می‌خوام این کیلومتر چیکار کنم؟ شما میاد. حالا شما که این کارو قطعا انجام نمیدید ولی خب اینو ما تا اینجا تا یه حدی می‌بندیم. خب بعدش هم این پیچمونو حالا اینو نگه می‌داریم و این پیچمونو سفتش کنیم در حدی که این چسبه بل شد. اصلا بچه‌ها الان میخوام خودم کلمو بزنم توی لیوان. حالا بگید چرا؟ چون که نگاه کنین من اومدم توی یه دونه شورت ویدیو توی چنلم یه دونه ویدیو آپلود کرده بودم که بوق ندم. خب و اومدم که بهتون آموزش داده بودم که اگر جاپای موتور تو شله بیاین و یه حرکتی زدم با این پیچ که بتونید اونو درستش کنید. و یه مشکلی هم بود اگر ندیدید حتما برید اونو ببینید. رفتم گفتم خب حالا ما اینو مگه نمی‌خواستیم بلند باشه، میای اینو بلند می‌کنی، این مهرات زیاد باشه میای اینو بلند می‌کنیم پیچو و می‌بندیم. و اومدم نیم ساعت این چون یه ذره این بزرگتر رضاش اینو اینجا پیچوندم رفته اون داخل با این تست کردم اینم اصلا مشکل ما این چیز نبوده، بلندی یا کوتاهی پیچ نبوده، مشکل ما این بوده که این پیچ که همین یه ذره چی بلند بوده. من اون مهره ها رو گرفته بودم چون واشری نداشتم که بخواد اینجا توی اینجا سوراخ کردم بهتون نشون بدم. واشری نداشتم که بخواد بیاد اینجا بشینه و یه فاصله بده به این پیچ. واشری نداشتم که تو اونجا بره. این پیچا رو خریده بودم که یه دونهشو برسونم تا این آخر بذارم اونجا که به این برسه. همین، یعنی من تازه 2 تا مهره هم اون موقع هم که خواستم برم بخرم اضافی خریدم باز و هیچ دیگه. الان بریم انجام بدیم. خب بچه اومدم اینجا هم بگم که بازم اینجا نشد و اصلا این ایده جواب نداد و در ادامه باز هم در ادامه ببینید که چیکار کردم. که ما اومدم بگم که ماجرای این پیچ و مهره و نمیدونم اینم حتی اومدم تست کردم نشد. چون که ما به یه مهره ارتفاعش بلند باشه، به یه مهره‌ای که ارتفاعش بلند باشه نیاز داریم و که این دوتا بتونن به اینجا وصل بشن و چسب چیزی نمیشه انجام داد و چسب اونچنان قوی نداریم. حالا بعد بیام چیکار کنیم؟ راحت ترین این الان خورده ذهنم راحت ترین راهش اینه که با بس زیپی ببندیمش بره. حالا ما که اینا نمیخوام بمونه که موقتی که با میگم موقتی طولانی مدته با موتورن که نمیخوایم بریم دور بزنیم که بذار همین الان اینو ببندیمش تموم شه بره با بس همین راحتی. حالا یا از توی اینجا ردش می‌کنیم یا نمیدونم تو هر جا فقط ببندیمش بره دیگه. کفرم در اومده و برام بس زیپی بیارم و این کیلومترم بعد از اینجا باز کنیم. اوه جانم میاد اینو هیچی دیگه برام بس رو بیارم و کارو این کیلومتر رو بازش کردم و اومدم یه آموزشی بدم برای اونایی که بس زیپی این بستا رو بستن یه جا و به دردشون نمیخوره و دیگه میتونن دوباره ازش استفاده کنن. خب شما در حالت عادی نمیفهمم دارم چی میگم. خب و مثلا بستین اونجا میگیم که کامل سالمه و بعدش دیگه نمیتونیم بازش کنیم میبرینش و بس حالا به نظر من قیمت گرونی هم داره و شما حالا نگاه کنید شما میان این بستو نگاه اینجا میبندین سفتش میکنین دیگه اینوری نمیاد. نگاه کنید شما فقط به سوزن نیاز دارید. یارو نگاه کنید داخل و یه زبونه ای داره. یه لحظه اینجا این پشت بکنید شما این سوزن رو میندازید لای این زبونه نگاه کنید اینطوری و این به راحتی در میاد به همین راحتی دوباره میره جا سفت و محکم به همین راحتی. و اگر بستی چیزی جای بستید و اگر میبینی سالمه و سرین اگر میبینی سالمه سر نیاد ببریدش به همین راحتی فقط با سوزن میتونید اینو بازش کنید. حالا بریم سراغ بستن کیلومتر روی
خب بچه اینجا هم اومدم بگم که من اومدم دوباره با بست زیپی این کیلومتر رو نگه دارم که نشد. بعد اومدم 2 تا سوراخ اون پشت زدم که بازم نشد، ولی در آخر شما میبینید که چجوری من تونستم نگه دارم کیلومتر رو اونجا و این قسمت هم نمیذارم که شما حوصلتون سر نره و تایم ویدیو زیاد نشه. بچه و این بازم دیگه این نکته بگم برای سوراخ‌کاری هر جا که خواستین مخصوصا آهن که شما خواستین سوراخ کنین از مته کوچیک به بزرگ استفاده کنین. حالا من اینجا مته کوچیک اصلا نداشتم و فقط یه سایز مته داشتم که اونم بزرگ بود و اونم اول با پیچ سرمته سوراخ کردم و بعدش که گفتم با همون سرپیچی که پیچو نگر میداره با اون سوراخش و گشادتر کردم و بعدم با اون مته بزرگ. اینم بگم که شما موقعی که میخواید سوراخ کنین از مته کوچیک به بزرگ برید که کارتون راحت تر بشه و این مته بزرگ خیلی سخت تره که همون اول بخواید باهاش سوراخ کنین. خب بچه این شد از نتیجه کار. بعد خب احساس کنم زیاد معلوم نیست، نگاه کنین زیاد معلوم نیست. حالا من گفتم بیام اینو بازش بکنم و نیمش یه پلاک ببینیم چه جوری میشه. بریم اون کارم بکنیم و برگردیم. بچه‌ها کیلومتر رو به دادیم و نگاه کنین کوش چیزایی که اینجا بخوره اینا شکست و دست انداخته بودم اینجا و اینا شکستن، جون و جیری هم نداشتن و بعدش اومدم از اینجا ردش کردم که پوستم کنده شد تا بس توی این سوراخ داختم از اون طرفش در آوردم و اینا من نتیجه کار به نظرم بهتر شد، معلوم تره و من اینو بردم زینم بذارم. من از نتیجه کار که نمیدونم نظرم بهتره و خطرم میتونیم ببندیم. خب پلاک و من واقعا نمیدونم کجا ببندم که حالا فعلا اینو بذارم موتور که قرار نیست فعلا بره بیرون تا ببینیم که پلاک میشه کجا زد و من دارم که خطر رو ببندم و همین دیگه اون کیلومتر داغونه ببندم اونجا اون جلو و من برم این کارا رو بکنم و یه رخ نهایی از موتور بهتون ببینم. از این نگاه کنید سر و بس خاکی پاکی پوستم کندش بود شب شد دیگه و نگاه کنید خسته شد. این از نتیجه کار. این خب فعلا فرقش وصلی نیست. خداییش عجب چیزی شد. ویدیوی این خطرم یه چنل هست بهتون یه آموزش خفن دادم، حتما اون شورت ویدیوهای پارتی رو گذاشتم که بهتون گفتم که با 40000 تومان موتور خودتون اسپورت کنید. یه 1314 هم پارت ازش اومده بیرون، ویدیوش توی چنل هست، ولی خب این یکی پارت 13 ام یا 14 که حتما بدونم ببینید. ولی خب این شد و اون کیلومتر به نظرم انگار باشه مشکل نداره، یه چیز قشنگی شده. خب حالا باز یه ذره کج نگاه کنید در این طرفش بیرون‌تره. خب ولی خداییش اینکه باشه یه چیزی نمیدونم یه چیز انگار باید باشه، یعنی مثلا کیلومتر رو اینجا نشون بده خیلی بهتره. که کامنت دارید حتما برام بنویسید هر چی یعنی ببین حتی بگی اگزوز برعکس بزن، حتی بگی این کله چراغو بیا بذار عقب، کیلومتر رو بیا بذار جلو، خطر رو بیا بذار جلو، هر چی. و اینم از این لینک چنل دومم توی دیسکریپشن گذاشتم، اونم حتما برید ببینید. میگم حتما برید ببینید، حتما برید به سر بزنید، فالو کنید که اونجا ویدیو خفنی میذارم و همین دیگه. نگاه کنید اینم از روخ کار. خب بچه‌ها اینم از این ویدیو، امیدوارم که خوشتون اومده باشه و اینم از این. لایک و سابسکرایب فراموش نشه. تا ویدیوی بعدی پیس اوت.